بحث ما تو موسیقی بحث بهازی کردن. یه مربع سل سمت چپش میره بالا، سل سمت راستش میاد پایین، بهش میگیم بکار. بکار یعنی دست نخورده، یعنی حالت طبیعی نوت. این خط حالت طبیعی فرکانس نوت. حالا اینجا من میام رنگ اینو عوضش کنم. 2 تا لاین دارید اینجا که افزایش میدهد فرکانس نوت، یا اصطلاحاً میگیم زیرش. 2 تا دارید اینجا یه دفعه، حالا اینا هم با رنگ دیگه میکشم که دیگه این بمه. 2 تا سطح دیگه هم دارید، یکیش هم دومش. اینایی که بم میکنن، یه اولی علامتی مثل پرچم کرونا، چی کرونا میزانش چقدره؟ 1/4 نسبت به چی؟ نسبت به این سطح بکار. این دومی 1/2 نصف بم میکنه. علامتش چیه؟ یه انگلیسی بمون. خب حالا 2 تای بالایی چی هم؟ اینم باز اینجا 1/4 افزایش میده، زیر میکنه. بعدیش 1/2 نسبت به باز این خط بکار. علامت این 2 تا خط موازی بدون شکل بزرگتر ریاضی داخلش میشه سوری. این یکی چی؟ هشتگ آباد. yes. دیگه اینجا فکر نکنم هیچ وقت اینا یادت بره. حالت طبیعی میشه بکار. 2 تا علامت بالا رونده داره که زیر میکنن، 2 تا میشه سوری دیس که 1/4 یعنی رو به پرده و نیم پرده. اینجوری رو نیم. شنیدی یه جای گفتن رو به پرده یا نیم پرده، اینو هستن. دوباره اینجا هم رو به پرده، نیم پرده. 2 تا علامت داری یا در واقع کاهش میدن، بند میکنن. رو به پرده، نیم پرده. همین